به نظرتون به جای پودر فیکس میشه از پودر بچه استفاده کرد؟ درسته که از لحاظ بافت به هم خیلی شبیه هستن، ولی دانشمندا به این نتیجه رسیدن که پودر بچه باعث افزایش 33% ابتلا به سرطان توی خانم ها هستش. تالک موجود توی پودر بچه دارای ماده زیرزمینی به نام آزبست هستش که اون ماده میتونه باعث سرطان ریه بشه. حالا وقتی که شما میان این پودر بچه رو نزدیک چشم برای خوش شدن کانسیلر میزنید، میتونه وارد چشمتون بشه و باعث قرمزی و عفونت چشم بشه. از لحاظ آرایشی هم پودر بچه یه سفیدی خیلی زیادی روی پوست باقی میذاره و باعث فلش بک توی عکاسی میشه. انقدر دونه های پودر بچه ریز هست که میتونه از طریق بینی و دهن وارد بدن بشه و متاسفانه باعث سرطان ریه بشه. از لحاظ پوستی هم چون دونه های خیلی ریزی داره باعث بسته شدن منافذ میشه و منجر به جوش صورت میشه و همچنین چربی مفید پوست رو از بین میبره و باعث خشکی و کدری و پوست